سلام. خوش اومدی به برنامه. مرسی. کیارش چند سالته؟ 29. قدت چنده؟ 190. قدت بلنده. آفرین. قد برات مهمه؟ 100%. جالبه. سن مهمتر یا قد؟ گزینه سوم نمیشه گفت؟ بگو خودت بگو. پول؟ نه. اخلاق؟ 100%. بذار بگه دیگه. خب نه، اگه بخوایم یه ذره جدی صحبت بکنیم 100% قد مهمه. سن به نظر من یه عدد. بیشتر درک متقابل. یعنی فقط تا الان با دختری قد بلند دیت کردی؟ نه لزوما. چی شد اصلا الان اینجایی؟ خیلی آنست بخوام بگم بیشتر دوست داشتم خودمو به چالش بکشم. الان تو داری خودتو بچن، تو قرار 4 نفر رو به چالش بکشی. خب دیگه این چالنجی که 4 تا دختر رو بندازم به جون هم دیگه. قرار بچه رو بندازی به جون هم؟ نه. چه از نظر شود؟ اینکه خودمو توی محیطی بذارم فام بکنم و اینکه یه چالشی باشه بتونم تست بکنم، دوست پیدا بکنم، کانکت بشیم. کیارش یه سوال. یکی میگفتش دخترای آهن پرست بهترین دخترها برای ارتباط گرفتنن. چرا؟ چون خیلی راحت میشه به دستشون آورد. نظرتون نسبت به اون دخترها چیه؟ 100%. یعنی موافق دخترها؟ خیلی ساده میشه باشون ارتباط گرفت. و تو اوکی باهاشون یه دختر آهن پرست باشه؟ به نظر من آهن پرستی بیشتر یه صفتیه که داده میشه، حالا لزوما نه به پسره نه به دختره، به جفت. سکس میتونه مربوط باشه به جفت در واقع جنسیت. دادس اوکی، همه آره. میدونن سکس. اوکی. اوکی. از لحاظ برنامه‌ای گفتم ببینم شاید دوستان سکس یعنی جنسیت، اونم میشه ولی سکس یعنی جنس. هنرمندی درسته؟ هنرمند. هنرمندا حساسن؟ از چه نظر؟ حساسی که سنسیتیو. هنرمندا زمانی حساسن که نتونن از طرف مقابلشون یا پارتنرشون درک شن، درک متقابل. تو راحت درک میشی؟ آدم راحت برای درکی هستی؟ سعی میکنم فضای اینو به وجود بیارم که بتونه طرف مقابلم منو درک کنه. همونقدر راحت درک میکنی؟ 100%. درک خانوما خیلی سخته. خانوما پیچیده تر از آقایون هست. حالا یه سوال، شاید طرف درک شدن دوست نداشته باشه، مستقیما فیزیکلی لذت بردن دوست داشته باشه، اون موقع چی؟ مسئله‌ای نداره. اون تو رو درک کنه ولی درک بستگی به جنسیت رابطه داره. جنسیت رابطه دوست دختر دوست پسریه دیگه. خب رابطه زن و شوهری که چی میشه اگه پایان همین برنامه تو اون شخصی رو که انتخاب میکنی و اول هم میشه، چی میشه که برات کلن بره کنار و تصمیم بگیری پول رو انتخاب کنی؟ چی ویژگی اگه داشته باشه، چی ببینی میخوره بدطور تو ذوقت؟ خط قرمزت. دورویی و دروغ. حالا چی میشه که وقتی که یکی این ویژگی رو داشته باشه تو همه تلاش تو میکنی که اول بشه که عشق رو انتخاب کنی؟ چه ویژگی دختر داشته باشه این کار؟ خیلی سخته. فکر نکنم بشه. فکر نکنی یه ویژگی خاص این کار. با اون طرز فکر اینجا نیومدم. خیلی آنست. اون دختر رویایی که همیشه تو ذهنت دنبالش چه ویژگی بارزی داره متضاد اون دو رویه؟ کیرین، کسی که بتونه یه انرژی مردونه رو هندل کنه. اوکی پرفکت. دوست داشتم. آره بریم سراغ مرحله اولمون. من که خیلی قبل از همه مرسی از اینکه دعوتم کردید و من نمیدونم اسم برنامه‌تون چیه. غریب آشنا دوست دارم میام راد ببر من ببر همراش ببر. ست شده برنامه. آره قشنگ با هم اصلا بستیم تو همراهش ببر. بزن بریم. بزن. ببینید تو این قسمت ما اومدیم از شرکت کننده هامون تست MBTI گرفتیم. نه اینکه بهترین تست باشه، نه اینکه فوق العاده باشه، ولی تستیه که به ما یه ایده جالب میده. بریم ببینیم شرکت کننده شماره 1مون A الف. الف چه ویژگی شخصیتی داره؟ اسم نمیگی. نه قراره بعد اینکه این ویژگی ها رو شنیدی تو برای ما رنکینگ بذاری. اوکی. اوکی؟ اوکی. شرکت کننده A الف 1. سلام، اسمت چیه؟ مینو هستم. چند سالته؟ 21. چی شد اومدی این برنامه؟ اومدم که دوست جدید پیدا کنم و بهم خوش بگذره. خوش اومدی. مرسی. وقتی داشتی میکاپ میکردی 3 تا شرکت کننده دیگه همون هم دیدیم. چطور بودم؟ فکر می‌کنی چندم میشی؟
همه که خوشگل، دختر ایرانی دیگه خوشگله ولی فکر میکنم دوم بشم، شاید هم سوم. آخرین آیتم این برنامه اینه که اگه تو نفر اول بشی باید بین عشق و پول یکی رو انتخاب کنی. پسره چه ویژگی داشته باشه تو بدون شک عشق رو انتخاب میکنی. یه جنتلمن واقعی باشه. حالا اگه چه ویژگی داشته باشه اولم بشی به هیچ عنوان انتخابش نمی‌کنی و میری سراغ پول. اینکه کر و کثیف باشه. اون دوربین رو نگاه کن، یه جمله در مورد خودت بگو، یه جمله‌ای که دوست داری هر کسی بدونه. من فکر میکنم که نه تنها من بلکه بقیه دخترها باید خیلی باوقار رفتار کنن. باید رو خودمون یکم کار کنیم. مینی جون چند ساله که مهاجرت کردی اومدی کانادا؟ من 2 سال و نیمه. چی شد اومدی؟ دیگه خسته شده بودم دیگه از اون شرایط ایران، خسته شده بودم چون واقعا برای دخترها خیلی سخته اونجا زندگی کردن به نظر من. پیرشی جان. یه آدم باثبات، متعهد و مسئوله. نسبتاً قابل اعتماده و به تعهداتش پایبند. معمولاً عملگراه و فکر میکنه که واقع بینه. یعنی بهتر اینجوری بگم به واقعیت ها بهای زیادی میده. معمولاً حواس پرت شدنش سخت حواسش پرت میشه و این نظم و دقت زیاد میتونه بعضی وقتا رو مخ این و اون بره. یه ذره فکر میکنه با همه فرق داره. شرکت کننده شماره 1 A. الف. شرکت کننده B. 2 B. سلام. سلام. اسمت چیه؟ کاترین. پس جون چند سالته؟ 28. چی شد اومدی برنامه غریبه آشنا؟ برای پیدا کردن دوستای جدید و فکر میکردم که خیلی فان باشه. خیلی خوش اومدی. مرسی، ممنونم. شرکت کننده ها رو که دیدی فکر میکنی چندم بشی تو 4 نفر؟ سخته گفتنش. نمیدونم، شاید دوم یا سوم. حالا بیا فکر کنیم اول شدی. پسره چه ویژگی داشته باشه بدون فکر و عشق رو انتخاب میکنی، پول رو انتخاب نمیکنی. دیگه باید خیلی خفن باشه. برعکسش چه ویژگی داشته باشه بعد جور میخوره تو ذوقت اصلا انتخابش هم نمی‌کنی حتی اگه اول شده باشی میری سراغ پول. تیپش به نظرم. تیپ خیلی مهمه. تیپ یعنی یا قد و هیکلش. قد خود چنده؟ 1.69. پسر با قدش چند باشه تا بابا میلید باشه؟ دیگه باید 1.80 1.80 خورده‌ای باشه. دوربین ماه. اگه بخوای یه جمله بگی که همه دوست داری بدونن این جمله رو در مورد تو، به این دوربین بگو چی میخوای بگی؟ یه چیزی که بخوان همه بدونن، هیچ وقت گیواف نمی‌کنم. همیشه تا آخرش هستم. بریم ببینیم گیواب نمیکنه اول میشه. بریم. لتسی؟ گیواب نکن. کاتی گیواب نکن. مستقله، با انگیزه است، کمال طلب. فکر میکنه مهمترین چیز تو این دنیا استقلاله و اینکه صلاحیت شخصیش حفظ بشه. یعنی نمیخواد که هیچ کس این استقلال رو زیر سوال ببره. انگیزه های قدرتمند داره، برای رسیدن به خواسته هاش همه تلاشش رو میکنه. با توجه به لحن منطقی و انتقادیش نتیجه ایده هاش هم میگیره، چون یه آدم خلاقی که همیشه ایده های جدید برای بروز داره. برای بهبود خودش و دیگران و توی رابطهش پارتنرش خیلی تلاش میکنه. انتقاد پذیره و اگه هم کسی ازش انتقاد بکنه خیلی ناراحت نمیشه، تقریبا بی‌تفاوته. استقلال، باز هم میگم استقلال برایش از همه چی مهمتر. یعنی اگر که کسی بهش بگه این کارو نکن اون کارو بکن اصلاً به مزاجش خوش نمیاد. حد اکثر تلاشش رو برای رسیدن به اهداف خودش انجام میده، قویه و با مفاهیم پیچیده به راحتی کنار میاد. شرکت کننده شماره 2 B. شرکت کننده شماره 3 C P. جیم. ابجد میریم یا الف به پ میریم؟ الف به پ. ابجد میریم. باکلا جیم. سی. سلام. سلام. خوش اومدی. مرسی، ممنون. اسمت چیه؟ مریم هستم. چند سالته؟ من 25 سالمه. چی شد اومدی غریبه آشنا؟ برای اینکه با آدمای جدید آشنا بشم و دوستای جدید پیدا کنم و البته کلا از کارهای این مدلی مثل برنامه یوتیوبی و اینا خوشم میاد.
قبول نیست همه تو دارن یه چی میگی، باید یه چی دیگه بگی. دنبال چالشی. دنبال چالش آره. بهش نرسون. یه جواب دیگه بگی. نه، کار چالشی رو کلا دوست دارم و دوست دارم تجربه های جدید رو امتحان کنم همیشه. حالا که آدم چالش پذیری هستی، به نظرت بین 4 نفری که دیگه، یعنی 3 نفر دیگه غیر از خودت، نفر چندم میشی؟ بچه ها همه خیلی قشنگن ولی فکر می‌کنم یا نفر دوم یا سوم. همه همینو گفتن. یعنی هنوز هیچ کی فکر نمی‌کنه که اول میشه. شاید نفر اول نداریم. اوکی. نفر اول نداریم. این دوربین ماست. اگه بخوای یه جمله در مورد خودت بگی که دوست داری همه بدونن چیه؟ خیلی سعی می‌کنم آدم صبوری باشم و تا جایی که بشه انرژی مثبت داشته باشم همیشه. یه تتوی صبرم زدی. آره. اینو جدید زد. سعی می‌کنم صبورتر باشم. پس صبر میکنیم ببینیم که تا آخر این برنامه مریم جون اول میشه. صبور، مریم صبور. ایشون دوست داره که اون تصمیم گیرنده باشه. دوست داره اون رهبر باشه. دلش میخواد خودش برنامه ها رو بریزه. توقع داره بقیه ها به برنامهش عمل کنن. براش مهمه که کسی ازش توضیح نخواد. اما همیشه برنامه هاش درست از آب در میاد. وقتی یه نفر به ایده هاش روی خوش نشون میده خیلی حالش خوب میشه. بدون اینکه بترسه ایده های خودش رو مطرح میکنه، بدون اینکه بترسه ایده های خودش رو عوض میکنه. خیلی منطقی و تحلیلگره. معمولا خیلی سریع میتونه نقطه ضعف‌های چیزهای مختلف یا آدم‌های مختلف رو پیدا کنه. زیادی یکم آینده نگره، ولی برای رسیدن به موفقیت حاضر خیلی وقتا بدبینی آیندهش رو زیر سوال ببره. خیلی پر انرژی، فعال، ولی همیشه متفکر. یعنی یه آدم متفکری که تو خودشه نیست، یه آدم متفکری که انرژی داره و فعاله. شرکت کننده 3. این سه بود. بریم سی. سراغ دی. یعنی 4مین نفر و آخرین نفر. سلام. اسمت چیه؟ سارا هستم. چه اسم قشنگی، اسمت فوق‌العاده زیباست. قطعا هم داره. چند سالت؟ 22. چی شد اومدی تو برنامه قلب آشنا؟ قطعا هر کی میاد اینجا که دنبال شوهره دیگه واقعی. من از شما این سوال من بود پرسید. منم جای سوال تو رو میپرسم. باشه. فکر میکنی چندم میشی؟ اول. ماشاءالله. واقعا من فکر کنم. حالا اگه اول بشی پسر چی کار بکنی یا چه ویژگی داشته باشه تو با این که اول شدی عشق انتخاب نمی‌کنی یه راست بری سراغ خصاصت خیلی یه چیزی که خیلی واسم مهمه و اینکه قطعا یه کوچولو تیپ استایلش برام مهمه. یه سوال، تو خودت آدم آهن پرستی میدونی؟ نه خیلی. آخه اول ولی- چیزی که به ذهنت رسید خصاصت بود. یعنی نه خصاصت منظورم اینه که مثلا یه چیزی نباشه که مثلا بگه تو حساب کن، تو فلان کن. اینجور اخلاق خوشم نمیاد. اون دوربین برای شما. اگه بخوای یه جمله در مورد خودت بگی که دلت میخواد همه بدونن، اون یه جمله چیه؟ بفهم. اون دوربین. به نظر من خیلی هم خوشگلم، هم جذابم و هم خیلی اول میشم و خیلی هم اعتماد به نفس بالایی دارم. به من نگو که این دوربین. گفتم دیگه. عالی بودی، عالی هم گفتی. چند وقت مهاجرت کردی؟ من 9 ماه. 9 ماه. بله. اینکه بهت بگن نیوکامر ناراحت میشی؟ نه. و اینکه چرا مهاجرت کردی؟ خب از اول این تو مخ من بود که بخوام بیام اینجا زندگی کنم و اینکه چیزش پیش اومد و اومدم. دوست داشتم. 9 ماه دیت رفتی؟ بله. پسرای اینجا بهترن یا ایران؟ جفتش به نظرم یه جورن، هیچ فرق نمی‌کنه. بریم ببینیم. تنها کسی که الان بین 4 شرکت کننده ما ادعای اینو کرده که میتونه اول بشه ساراست. پس آخرش ما. اینا نازش من سوال بپرسم. پیرشی جوون بریم بشه به بازی برس. خونگرم، معاشرتی، خیلی دوستانه رفتار میکنه، همدله و واقعا از ته دلش به بقیه کمک میکنه. جایگاهش تو جامعه بسیار براش مهمه و اصلا نگران اینه که جایگاهش بخواد متزلزل بشه. زیاد حرف میزنه، دوست داره که روابطش با دیگران خوب باشه، خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه. از هر چیزی که خوشش بیاد به عنوان الگو استفاده میکنه. فکر نمیکنه یه تقلیده، انجامش میده. به نیازهای روزانه خودش، پارتنرش و دیگران خیلی توجه میکنه. عملگرا و واقع بینه. پشت گوش نمیندازه کاریو.
یه شخص سازمان یافته است، به جزئیات خیلی دقت میکنه، هوشیاره، یه کمی سنتیه اما مسئولیت پذیره، به وظایف و تعهدات خودش پایبنده، خوشش میاد که تو سازمان‌ها نهادهای اجتماعی فعال باشه، کمک بکنه، والنتیر باشه و هر کار مفیدی که میتونه برای خودش و دیگران و جامعه انجام بده. موقع سختی به الان این 4 نفر رو شنیدی. میخوای دوباره توضیح بدم کوتاه؟ نیازی نیست. همش دسته‌بندی رو بگو دسته‌بندی لطفاً. انجام شد. نفری که سارا جان الان گفت که میاد A برای من. دی اوکی. موقع دی میاد دی میاد یک. یک. دی میاد یک. قبل سارا جان که شما گفتی کلا برای من اوته، یعنی آخر، یعنی سی. یعنی سی میشه سی 4. میشه 4 و به ترتیب D A B C. اوکی من ببینم. دی ای بی سی که شما اسما رو میبینید و میدونید. شما هم اسما رو ببین. بله من فهمیدم. D A B C. گفتم. الان داریم به حدس من نزدیک میشیم. حالا به حدس من داریم. فعلا تا اینجا $100 رو بده. به حدس من داریم پس نزدیک میشیم. دیل من چی میشه اینجا؟ دختر شما در پایان شما دیگه. در پایانش بریم. عشق یا پول. پول. دختریرونی اینجا به پایان رسید، بریم پارت بعد. بریم. سلام علیکم. سلام به روی ماهه. سارا جونم چند سالته عزیزم؟ من 36 سالم. میگی به دوربینم. فکر کنم 26ی. سپاسگزارم. خب یه سوال میخوام ازت بپرسم. اگه یه جان. پسری رو انتخاب کنی و خیلی خوب باشه ولی مثلا بهت بگه پیج تو ببن، این کار رو دیگه نکن، بشین تو خونه با هم زندگی کنی و همه یه آپشنات هم داشته باشه، چیکار میکنی؟ اصلا همه آپشنامو نداره وقتی همچین آدمیه، یعنی انقدر بی شخصیت و بی فکر و بی مغز و کلا برای زن و خانوما هیچ شخصیتی قائل نیست. مثل اینا که میگن تو بشین تو خونه من خرجتو میدم، کلا نمیخواد کار کنی، مگه چقدر در میاری، من 3 برابر بهت میدم. کار کردن برای پولش نیست، برای اینه که به تو لذت میده، برای اینه که تو یه احساس خیلی خوبی نسبت به خودت داری و برای جامعه مفیدی دیگه. شخصیت واقعیت با شخصیت جلو دوربین چقدر فرق داره؟ کاملا یکه. یعنی خدا رو شکر تو این 7 سال حالا یا قبلترش که تو تلویزیون کار میکردم همه همین بودن که تو چقدر شبیه همون پشت دوربین و جلوی دوربینت یکیه، چقدر خودتی، همونی. و به نظرم هر کس که اینجوری باشه خیلی خوبه. خیلی خوبه، یعنی باید واقعا خودش باشه. مردم میفهمن، مردم خیلی باهوشن، میفهمن کی داره ادا در میاره، کی خودش هست کی خودش نیست. بعد دیگه خودت هم خسته میشی چقدر ادا در بیاری خودت نباشی. اصلا نمیذاره من بپرسم. بابا یه سوال دیگه میخوام ازت بپرسم. یه رابطه کی برای تو جدی میشه؟ وقتی که تیک بخوره دیگه کلی آپشن وجود داره، اینا تو مغزمه دیگه. آره دیگه. تو دیت چندم یه پسر میتونه حداقل توقع یه بوس داشته باشه؟ خیلی متفاوته نسبت به برای تو رابطه. این خیلی شخصی، نمیخوام اینجا جواب بدم. پسری که خرج کنه دوست داری یا پسری که با هم خرج کنی؟ قطعا با هم خرج کنیم تو دنیای امروز. همونطور که توقع دارم مثل مردای قدیم نباشه که بیاد بگه بشین آبجی من خرجتو میدم، حاج خانوم منزل بمون خونه. ولی پسر که خسیس بازی در بیاره یا مثلا بگه این گرونه اون حالا نه پسر که خسیس کنسله. پسر نداشته باشه چی؟ باز بس داره، یعنی انقدر باید نداره که برات نمیخره. مثلا میرین آقا چه میدونم میرین گوچی یه کیف میخواین نداره بخره، مستقیم تو چشت نگاه میکنه میگه نداره. خب میگم فدا سرت، یا خودم دارم میخرم یا خودم هم ندارم، بهش میگم با هم کار میکنیم. آره بسازه. بچه این شرکت نمیکنه، ولی نگاه کن چه کیس خوبیه. اگه شرکت میکردی توی مسابقه چندم میشدی؟ بچه ها رو هم دیدی؟ اول میشد. واو. چون شرکت نمیکنم میگم، وگرنه که قطعا انقدر خانوم داریم، عروس داریم، دسته گل داریم، اونا اول میشن من آخر میشم. سلام چند سالته؟ سلام فردا میشه 31. فردا تولدته واقعا؟ فردا واقعا تولدم. اگه کار نکردی که مثلا سر دیت میری بعد بگی فردا تولدمه که طرف کادو بگیره؟ من یه خاطره جالب بگم. من کسی که الان باهاش ازدواج کردم دقیقاً همین کارو کرد. سر دیت رفتیم و گفت پس فردا تولدمه، ولی واقعا حداقل بعد 13 سال زندگی میگه هنوز اون تایم تولدشه. طولانی‌ترین رابطه‌ای که داشتی چه مدت بوده؟ کوتاه‌ترینش چقدر بوده؟ طولانی‌ترین رابطه‌ای که داشتم 14 ساله که با همسرم هستم، 13 سال خورده. کوتاه‌ترینش رابطه زیر یه هفته زیاد داشتم. تا چند سالگی ازدواج کردی تو؟ 14 سال با هم؟ من 14 ساله با همین که 14 سال نیست ازدواج کردیم.
آره من 25 سالم بود ازدواج کردم. فکر کن مجرد بودی، الان تو بلایند شرکت کرده بودی و 4 تا پسر بودن و 1 دختر. تو فکر می‌کنی که چندم میشه؟ قطعا اول. چیکار می‌کردی که اول بشه؟ حدودا نیازی ندارم کاری بکنم که اول بشم. یعنی اعتماد به صف در این اعتماد به صف نیستش. ببین یه چیز خیلی راحت هستش. از نظر من بلدم وقتی که با یکی دارم صحبت میکنم، با یکی دارم رفتار میکنم، اگه دلم بخواد یه آوتکامی رو داشته باشم جلو برم. چه ویژگی ظاهری در خودت هست که دلت میخواست نبود تغییرش میتونستی بدی؟ چشم هم دوست داشت بزرگتر باشه. درشت‌تر. خود چشم خودشون دوست داشتن بزرگتر باشن حتی. چه شانسی آوردن دخترم بس. آره. که شما ازدواج کردی. دقیقاً. پسر رو کنار می‌زدی و اول میشد. نه من اول میشدم چون راحت آدما رو میفهمم. کلا من راحت آدما رو میفهمم. راحت میفهمیشون یا راحت میتونی راحت میتونم ادای این که میفهممشون رو در بیارم. بخوام let's be honest. از رابطه‌های یه هفتت آره. مشخصه. آره. یه پیکاپ لاین طلایی تو بگو خدا. نداره. آخه خیلی ربط داره. 2 تا پیکاپ لاین طلایی دارم. یعنی اگه بخوام بگم 2 دست تو ذهنم 2 جور آدم هستش. پارت یکی اینه که ترجیح میدم خیلی دیرکت بگم به طرفم که مثلا من چی باشم منو قبول میکنی، یعنی کاملا بیام تو این لول. و دومیش که پیکاپ لاینیه که رو مثلا 30-40% دخترای مخصوصا قشر هنری جواب میده، پیشنهاد میکنم تو خسته نمیشه از اینکه آدمو نمیفهمنت؟ ایمان من در حلقه هندسه اندام توست. یه جایی تو بازی تو میتونی به کسی که دوستش داری نمره اضافه کنی. الان که ندیدی داره کی چی کار میکنه کدومن، بعد این که با دختر آشنا شدی میتونی نمره اضافه کنی. چجوری؟ ما یه چیزی داریم به اسم پوینت پلاس. به ازای هر 2 تا پوینت پلاسی که میگیری میتونی یه نمره به دختری که دوست داری اضافه کنی. چجوری پوینت پلاس رو میگیری؟ تو هر مرحله ما یه سری چالنج‌ها در مورد دخترها برای تو میذاریم. یعنی تو میای برای ما یک تصمیمایی میگیریم، میای یک حدسایی میزنی، بر مبنای درست غلط بودنش بهت نمره میدیم. حدس امروز هندسه اندام. تو اینجا عکس 4 تا سینه میبینی. نخند، گردن تا کمر داری میبینیشون. درست. عکس 4 تا پا میبینی. باید تصمیم بگیری کدوم پا برای کدوم سینه است. به ازای هر درست یه پوینت پلاس میگیری. هر درست یه پوینت پلاس میگیرم. بفرمایید. شما فکر میکنین قراره چند تا درست بگیری؟ خب بریم ایشون. این پای ایشونه. اوکی؟ از اینجا شروع نکردی. بیشتر از پا شروع کردی، از دیگه شروع نکردی. خود همین که از پا شروع کردی، یعنی شروع نگاهش به پا بوده، خیلی چیزها رو میرسونه. من حرفی ندارم. نو کامنت. حالا کوچیک بزرگش نکن، ما ادیتورمون درست مهمه. فکر کنم 4 تا پوینت مثبت گرفتم. نه شب باورداشه، من یادم نیست. خیلی با اعتماد به نفس جواب دادی. فقط یه دونش درست بود. گفتی همه رو 4 تا درست کن. خب واقعا آره. فقط این درست گفتی. حالا ازت میخوام که بین تمام این دختر و شرکت کننده که هنوز صورتشون هم نداری و چون که الان این بخش اسمش هندسه اندامه، به ترتیب و با سلیقه خودت نمره بدی. خدایش مشکل من نبوده. خب سبک فشن اشتباه زدن بچه‌ها. دختر رویاییت نیست تو اینا؟ نه من به یه سری دیتیلا دارم توجه میکنم. اولش که قد مهمه. خب هم از همون سن مهمه. 4 شرکت کننده شماره 3 4 شد. سبک استایل اینو خوشم نمیاد ولی به نظر هندسه اندامش جذاب میاد. در راجع به 4 صحبت میکنه. ناخوناش هم اوکیه. ناخونا هم دقت کرد. خیلی حساسم من رو ناخون. شماره 4 این میره 3. نظرشو عوض کرد. شرکت کننده شماره 1 رو گذاشت 3. 2 میاد 1. 4 میره 2. پس برای تو 2 1. بله. خانم ورزشکار میذاریم اسمشو. چالش بعدیمون هست مداد رنگی. بریم ببینیم چقدر میتونیم به چالش بکشیم. ببینم
میتونی اینجا 4 امتیاز بگیری، چون هر صورتی رو که بتونی با هر بدنی مچ بکنی یه امتیاز داره. دختر اینجا به ایال توضیحات دادن، صورت خودشون رو شبیه سازی کردن، انصافا هم خیلی خوب شبیه سازی کردن، یعنی واقعا شبیهشونه. حالا به نظر تو کدوم سر برای کدوم بدنه؟ جذاب شد. خیلی هم جذاب. 4 امتیاز این وسط رو دیگه ببین چند تاشو میتونی بدی. میدونی 100% میتونم. راهنمایی نمی‌کنی؟ نه دیگه. واقعا این ای آیا شبیه؟ خیلی شبیه، یعنی واقعا خودشون رو عالی توصیف کردن. مو، چشم، چهره کلا هم. یعنی رنگ مو اینا نزدیکه؟ نزدیک. اوکی. زرنگا از این قسمت موهای روی لباسشون میخواد اینا رو مچ کنه. این سری اصلا کانفیدنت نیستن که دارم نورو میزنم. اون دفعه کانفیدنت بود یه دونش رو فقط درست کن. خداییش بین یه نفر مشکل چیز داشتم، اون میشدم 3 تا. خب الان رو این مطمئن. اوکی. یعنی فکر میکنی که فقط یه دونه رو درست گفتی؟ آره فکر کنم. بریم ببینیم چی میشه. شنیدم ببر آفریدی. شنیدم چرا؟ یه دونه درست گفتی. بیخیال. جدی میدونستم. بذار من یه بارم چک کنم. ببین بچه‌ها که خیلی شبیه واقعیتشونه. خدای ای آی خیلی نزدیک میزنه. آره نه. همه رو خوشگل نشون میده. ای آی که نزدیک میزنه تو دور میزنی. حل. آقا پارت 2 چالش قرمزی لبای تو. لب قرار ببینم. نه داداش لبو بعدم میبینی. نگاه کن بهتر که دیدی. حالا من بحثی ندارم. دخترای ما اومدن به ای آی پسر مورد علاقه شون رو گفتن، چه شکلیه، چی کار میکنه، مثلا قیافش چیه، چشم ابروش چجوریه. ای آی این عکس ها رو از پسر مورد علاقه خدایی نگاه کن الان این ای آی این 4 تا شبیه هن، این 4 تا یکی هن اصلا. من کاری ندارم، تو باید الان رنگ کنی کدوم شبیه تره به تو. شبیه تره به من. آره دیگه. من نباید بگم تو باید میخوای من بگم. پس این یکه. آره یعنی این یکه تقریبا 1 و 2 فرق. این 2 تا تقریبا توی لول. این 2 تقریبا. این 3 اونم 4. این 4. خیلی دلم میخواد بدونم الان امتیاز چجوریه. اسپانسر نداره. که دختری که 1 شده بالاترین امتیاز رو میگیره، دختری که 4 شده پایین ترین امتیاز رو میگیره. درست. و تو نمیدونی کدوم دختره ولی من میدونم. بریم سراغ من آمدم وای وای، من آمدم وای. و اما لحظه هیجان انگیزی که هممون به خصوص خودم خیلی منتظرش بودیم، دیدار پسرمون با 4 تا دخترین نازنینمون. ببینیم چی میشه. 3 2 1. چه خجالتی، هیچی هم نمیبینم. سلام سلام. فقط من تو که مثل ما وایسادیم با هیجان. نه بابا که نه کار خودتون نیست، کار خودتون. من از شما شروع میکنم. خب من مینو هستم، 21 سالمه، 2 سال خورده که مهاجرت کردم اومدم تورنتو. سلام، من کاترین هستم، 28 سالمه، نزدیک 9 ساله که کانادا زندگی میکنم. خیلی خوشبختم از آشناییتون. سلام، من مریم هستم، 25 سالمه، تقریبا 3 ساله که مهاجرت کردم و اینکه خیلی خوشحالم از آشنایی همه بچه‌ها امروز. سلام، سارا هستم، 22 سالمه، 9 ماه که اومدم تورنتو. چقدر تورنتو بدین نفر اول اصلا دوست نداشتم. یه سر بیشتر از خودت بگو خواهرم. من دختری هم که کلا تو جامعه خیلی دوست دارم که فعال باشم و هستم هم آردی. فکر میکنم از اینفلوئنسر که از وقتی اومدم تورنتو دارم کار میکنم و خب کسب درآمد شده برام. ایرانم که بودم ساز موسیقی درامز میزدم و طراحی چهره که از بچگی کار میکردم. ولی خب یه دختر خونگی هم هستن دیگه at the same time. خیلی با آقایون شاید در ارتباط نبودم. شما اگه بخواین یه جمله خودتون رو توصیف کنین چی میخواین من بگین؟ خب جمله کسی که خیلی تو زندگیش پشنته برای چیزایی که میخواد. اوکی دسته. منم که گفتم که خیلی وقت کانادا هستم ولی قبلش هم استانبول بودم.
من توی زمینه مدلینگ کار میکنم و مدیکال استیشن خوندم. الانم که کامپتیت میکنم و امسال دختر شایسته دنیا شدم، نفر سوم به نمایندگی کانادا. دارم الان پرپر میکنم خودم رو برای میس یونیورس. من اگه بخوام مثلا توی 3 جمله خودم رو معرفی بکنم، یه آدم به شدت صبور و قوی و پر انرژی هم. یعنی همیشه برای خودم خیلی ارزش قائلم و سعی میکنم که آینده رو ببینم، فقط تو لحظه زندگی نکنم و این باعث میشه که قدمامو با دقت بیشتری بردارم. درسته که اعمال اشتباه میکنم ولی خب این بیس ذهن منه. و اینکه من تو ایران مهندسی خوندم، اینجا بیزنس خوندم و الان تقریبا 2 سال دارم توی همین بیزنس کار میکنم و واقعا کارمو دوست دارم. یه کاریه که با علاقه انجامش میدم و امیدوارم که اون چیزایی که تو ذهنمه بتونم انجامش بدم در نهایت. و اینکه شما میشه راجع به کارتون بگین؟ راجع به کار خودم که یعنی ریسنتلی من کاملا توی فیلد اکتینگ دارم کار میکنم 10 ماهه. توی دلیل اینکه اومدم مهاجرت کردم فشن بود. توی 5 سال گذشته کار فشن کردم، کار مدلینگ کردم، های فشن، کتواک، ورکشاپ میذارم، گاهی اوقات ترین میدم. پشنتم بابت اینکه ولیو اد بکنم و ادوکییت کنم یه کامیونیتیو. آره من مدیتیشن ها رو دیدم. خیلی خوبه. یعنی شما همون میشناسین؟ آره. چطوری؟ ما هم تورنتو دیگه. تهران تو. آره دقیقاً از تورنتو. یعنی همدیگه رو دیده بودین یا فقط مجازی میشه؟ چند تا ایونت فکر کنم دیده بودیم. چند تا ایونتی که جالب شد. من فوتوگرافی خوندم، میکاپ آرتیستم، خیلی هم به شدت به ورزش علاقه‌مندم، بدنسازی کار میکنم، مربی شنا هستم. اگه امکانش هست شما یه توضیح بدید از خودتون. به نظر من کار دوبلوری هم بکن حتما، چون صدای خیلی خوبی داری. خب من چی میخوای از من بدونی؟ چی کار میکنین؟ چند وقت اومدین اینجا؟ 5 سال اینجام. گفتم کار است، یعنی آرتیستم و چیزی که خیلی برای من مهمه از مین و در واقع پرایوریتی و اولویت همین کریرمه. چند سالتونه شما؟ 29. شما؟ 22 هستم. 22. خب ما الان این چالش رو دیدیم، نمیتونیم دیگه سوال بپرسیم. همش از اول این ای آیا رو انتخاب کن، تایم نداری. الان هم که رسیدم اصلا همینه. من چه 4 نفر رو انتخاب کنم؟ بله؟ جان چی شده؟ آقا من میخوام اونجا بشینم. آقا من میخوام. تو که اصلا حرف نزن. من عذرخواهی میکنم. از همسر محترمشون عذرخواهی میکنن. شما 4 تا عکس جلوته که الان دیگه میدونی کدومن. تا الان هیچی نمیدونستی. الان هم نمیدونید بیشتر فقط فرست ایمپرشن. تازه خیلی بهت الان اجازه صحبت دادیم و فضا سنگین شد. ما هم گذاشتیم بچه‌ها گفتگوشون رو ادامه بدن. بعد امتیاز بدم واقعا ما رنگ کنیم. بهترین چپ، بدترین راست. چرا نشون قرار نیست واقعا هر 4 تا رو انتخاب کنید و هر 4 تا رو ببرید که خیلی خوشبالت میشه. ما که مطمئن بودیم بهترین ها رو انتخاب کردیم. نه بحث بردن نیست، بحث واقعا ولیو. واقعا 4 نفر ولیو خوبی دارن. آفرین. ولی فیت تو کدومه؟ بله. ما تو این برنامه بحثمون ولیو نیست. ما صحبتمون تو این برنامه اینه که یه نفر بتونه به بهترین شکل ممکن فیتش رو پیدا. خب چیزی که منو درگیر فیت میکنه فقط ظاهر نیست. الان مجبور ظاهر باشه. اصلا برو تو آیپد انجام بده. آره. اصلا من نمیگم چون که نه الان من نمیذارم اصلا. فکر کن میریم سراغ چالش اشوه. قراره تو این چالش کیارش تصمیم گیرنده نباشه. داور دیگه هست که برای تو قراره به اینا امتیاز بده. از بین دخترمون انتخاب بکنی. من بعد اینو به ترتیب عکس رو بشنم کنم. آره چپ بهترین، راست بدترین. 4 3 2 1 بریم برای اشوه. میبینیم. سلام، الناز اینجاست با ما با اشوه.
سلام سارا جون، سلام. خیلی خوشحالم که در برنامه غریبه آشنا در قسمت اشوه در خدمت شما هستم. سارا جون ماشاءالله چه دخترای خوشگلی واقعا. بله همشون ماهن. کاتیا رو داریم اینجا، مریم جون، مینو و سارا. به به. چیکار قرار بکنیم؟ سارا جون من خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم با این برنامه و براتون یه پارت خیلی هیجان انگیز آوردم از اینکه از دخترای خوشگلمون میخوام که توی این رد کارپتی که براشون بچه‌ها تدارک دیدن و جای تهیه کننده زحمت کشیدن برای من از خودشون و استایلشون با 3 حرکت رونمایی کنن. یه حرکت میخوام از سمت راست، یه حرکت میخوام رو به رو، یه حرکت میخوام از سمت چپ و در آخر ازتون میخوام که این 3 پله رو به صورت کت واک به هر مدلی که دوست داشتید با اشوایی که دارید و بلدید برید پایین و یه استاپ داشته باشید. همین. و در نهایت الناز قراره که بهشون امتیاز بده. Let's go! الناز جون میشنوی؟ خیلی جذاب بودن، همه خیلی جذاب، خیلی با اشوه و خیلی هم واقعا خوشگل بودن. ولی سارا جون خب من به خاطر اینکه مجبورم رتبه بندی کنم و از 4 نفر رو به ترتیب شماره‌هاشون بگم، رو خوشگلشون که نمیتونم امتیاز بدم ولی رو اکتشون اگه بخوام امتیاز بدم از نظر خودم از اول به آخر بگم یا از آخر به اول؟ از آخر به اول بگو جذاب بشه. اوکی، از آخر به اول بخوام بگم نفر 4 سارا جون رو میگم به خاطر اینکه اکتاش خب مکساش نسبت به بقیه کمتر بودش. نفر 3 کاترین رو میگم، کاتیا جون، که احساس کردم موقعی که داشت میومد پایین، البته که حق داره چون من با کاتیا راستشو بخواین چندین سال تو فشن و این داستانا بودم و میدونم که پرفکت تو کارش، ولی خب دیدم فشارش یه جا افتاد، قشنگ ازشون پرسیدم یه ذره داشتش میرفت تو پله سفیدا. نفر 2 مریم جون رو میگم، مریم جونم خیلی اکتش خوشگل بود با اینکه کفشاش خیلی سخت بود واسه کتاک. و نفر اولم مینو شد. مینو هم میگم، همشون عالی بودن. من فقط نسبت به اون چیزی که دیدم حالا بخوام 1 2 3 4 بگم گفتم، ولی همشون از نظر من نمبر 1 هستن. 100% دخترمون عالیان، حرف ندارن. بریم واسه بخش بعدی. مرسی ازت. قربونتون. امیدوارم تا اینجای برنامه لذت برده باشید. اینجا CN تاوره توی تورنتو، یا بهتر بگم تهرانتو. جاتون خیلی خالیه. شاید تو هم تو دلت گفتی کاش منم اونجا بودم. میتونی تو هم اینجا باشی. میتونی اعتبار $10,000 رو برنده بشی که به مهاجرت تو زندگی توی کانادا کمک بکنه. اون وقت تو هم میتونی بیای اینجا توی CN تاور، همین جایی که من وایسی و چند تا عکس یادگاری بگیری. یادت نره QR کد روی مانیتور رو حتما اسکن کنی، چون اینطوری اگه برنده اعتبار $10,000 هم نشی، $1,000 برای شروع زندگی توی کانادا اعتبار. کیارش یه سری علامت سوال تو ذهنشه، قراره که سوالاشو از دخترها بپرسه، جواباشو بگیره، قراره که خیلی چالش برانگیز بشه. ببینیم اون حرفی که اولش زد اینجا عملی میشه یا نه. بابا قرار ببینی این راست بوده که قصه ما تموم شده با یه علامت تقاضای ویدیو کال دارم. چی؟ ویدیو چک. بزرگترین و مهمترین خواسته که توی یه رابطه میخوای، رابطه رو رابطه معمولی ببینیم، یعنی خیلی جدی و سریس نه. چیه؟ دوست دارم که بدونم تهش چه میخواد بشه، یعنی یه بازیه یا هدفی پشت این رابطه. کلیر شروع شه.
یه چیزی که کاملا مشخص باشه، شفاف باشه. تفریحیه، بدونم اگر که نه یه چیزی پشتشه، هدفی داره، اونو بیشتر ترجیح میدم. حالا اگه تفریحی باشه، ملاک انتخابت برای یه نفر به عنوان پارتنر چیه؟ اگه جدی باشه چیه؟ اگه جدی باشه ترجیح همینه که آدم بعد یه مدت قیافه ظاهر همین تکراری میشه و اون اخلاقی که واقعا باش زندگی میکنی. ولی اگه بخوام با کسی تفریح کنم واقعا اون لحظه واسم قیافه‌اش تیپش نمیدونم. هر چقدر تیپش خوب باشه، اخلاقش داغون باشه، قبوله. برای تفریح نه واسه این. همون برای تفریح قبول. حتی اگه بخواد ذهنتو به هم بریزه. آره. خط قرمز تو رابطه چیه مریم؟ قطعا واسه همه صداقت و خیانت نکردن بزرگترین خط قرمزه، ولی واسه من مثلا تنبل بودن اون آدم، خیلی تلاش نکردن یکی از خط قرمزهای خیلی مهمه. بدونم که اصلا هرچ مهم نیست داره چیکار می‌کنه. و اینکه آراسته بودن به بهداشت خودش، به تمیزی خودش اهمیت بده و اینکه احترام بذاره به آدمای دور و بر. مثلا شده که من دیدم که میری رستوران و اون آدم با گارسون بد رفتار میکنه، این نشون میده که احترام گذاشتن رو بلد نیست. خب اون قطعا توی ازدواج بعدی به تو هم احترام نمیذاره و یکی از خط قرمزه من. چیزی که توی شخصیت یک پسر جذبت میکنه و چیزی که آفت میکنه. خب معمولا اولش آدم وقتی یه نفر رو میبینه که نمیدونه شخصیتش چجوریه، اول ظاهرش رو میبینه. من پسری که باشگاه میره و ورکاوت میکنه خیلی برام مهمه، چون که این خودش یه نوع احترام گذاشتنه، یه نوع اهمیت دادن به خودش و سلامتیش ببخشید هستش. خب به نظرم این خیلی خوبه و این نشون میده که طرفی آدم ریسپانسیبل، یه آدمیه که به خودش اهمیت میده، پس میتونه به تو هم احترام بذاره و اهمیت بده. آدمی که خودش رو دوست داره و این خیلی مهمه برای من. و چیزی هم که ترن آف میکنه، آدمی که خیلی منم میکنه، من خیلی اینطوریم، یعنی قبل از اینکه چیزی رو بهت یاد بده اونو قبلش هی میگه، قبل از اینکه بهت ثابت کنه هی اونو بهت میگه و من خیلی بدم میاد از این جور مثلا. توی رابطه دوست داری که کنترلگر باشی یا کنترل بشی؟ نه هیچ باشم. منظور از کنترل اینه که دوست داری تو برنامه رو بچینی یا برنامه چیده باشه؟ دو تا با هم دیگه. بیشتر کدوم؟ من ترجیحم اینه که دو نفر با هم دیگه. البته اینو بگم که it depends که دوست داری لید کنی؟ اون طرف آدمی باشه که مچور باشه یا نباشه. اگه مچور باشه sure why not. مثلا اگه اون بلد باشه که همه چی رو منیج کنه یا اون مچورتر از من باشه for sure چرا که من. یعنی تو با یه آدمی که مچور نیست تو رابطه میری؟ من اونجا هم نیست. چرا توی رابطه نمیرم نه. اوکی. مرسی. از اینفلوئنسر دوست داری یه پارتنر چجوری کنارت باشه؟ دوست داری بهت گیر بده که چون التیمتلی یه سری وقتا به عنوان یه اینفلوئنسر آدم دوست داره که آره این به من 4 تا گیرم بده، اینطوری اونجا بهم کمک کنه یا اینجا، یا دوست داری ساپورتیو باشه که تو توی کاری که داری شکوفاشی؟ نه من کلا پسر غیرتی دوست دارم، چون بابام هم خیلی کننده غیرتیه. ولی غیرت به این نیستش که تو وقتی داری پیشرفت میکنی بیاد حسادت کنه بهت و بگی که نه نمیشه، نه رو فلانی مثلا اینجوری نگاه میکنه. نه تو اگه خیلی مردی یه جوری مردی نمی تو ثابت کن که کسی اصلا جرأت نکنه بیاد سر تو دخترتان. این از نظر من غیرته، اینکه باشی وقتی اگه توی جمع میبینم اگه ایونتی هست من همراهی کنی. حالا اگه فیلم برداری اینه که نه، ولی خب دوست دارم با هم بیای و خودتو به مردم نشون بدی و یه جوری اکت کنی که اکت نه، یعنی واقعا اینجوری باشه که و به مردم نشون بدی که you care about me، به هم care میکنی، ولی حسادتی در وجود نیست. اوکی. و تو در ازای یه کسی که
اینفلوئنسر یا به عنوان یه آرتیسته، تو از سمت تو چه ساپورتایی هست؟ تو چه چیزایی رو متقابلا دوست داری داشته باشی؟ تو اگه کسی آرتیست باشه قطعا دخترها خیلی هست و همونقدر که من لویالم دوست دارم که اونم لویال باشه به من و همین لویال بودنم فکر می‌کنم خیلی ساپورت در واقع یه جورایی و اگه تو بیزنسش بخوام کمکش کنم یه سری خطا قرمزای الکی رو براش نمیذارم. وقتی از طرف مقابلم مطمئن باشم خط قرمزای الکی، گیرای الکی دیگه وجود نداره. توی بره موفق شد افتخار میکنم بهش. کاترین، برات توی رابطه بیشتر رابطه‌ای که ببینی یه ارزشمنده و با اون آدم مشهوری که گفتی باشه، برات خیلی پول اولویته یا اینکه اون آدم توی کریرش موفقه و میتونه خیلی دستاوردا رو به وجود بیاره؟ فیوچرستیکی یا اینکه فقط همین الان رو میبینی؟ فیوچر. به خاطر اینکه آدم چون موفقه، من همیشه میگم آدمی که واقعا بزنسمن باشه، موفق باشه و مغز اقتصادی داشته باشه، همیشه حتی اگه به صفر برسه دوباره میسازه. حتی اگه به صفر برسه دوباره میسازه. حالا حتی اگه یعنی حتی اگه اون چیزی که توی ذهن اون طرف هست به عنوان یه منیج، به عنوان یه کسی که اوکی I'm a businessman, that happens, I crash, this بعد از اون یه سری کارا باید بکنه و یه سری سکریفایس ها مجبور شاید بشی، تو بخوای، تو مجبور نیستی ولی باهاش ادامه بدی. اگه بدونم که راهش درسته و منو از این که داره کار درستی میکنه مطمئن کنه، for sure of course من ساپورتش میکنم. دوست داری با کسی که پارتنر بشی چه ویژگیایی داشته باشه؟ 5 رو بگو. 5 چیزی هم که دوست نداری رو بگو. 5 چیزی که دوست داری بگو که نگن 3 تاشو. خیلی شبیه سوال قبلی بود. خیلی شبیه سوال قبلی. اون خط قرمزت بودا. توی پارتنرم خیلی دوست دارم که اول از همه به ورزش کردن و چه میدونم مدیتیشن و کارهایی که مثلا مربوط به خداییت خودش رو بشناسه و خدا رو بشناسه. خیلی مهمه این قضیه. و اینکه مسئله بعد اینکه مچور باشه، واقعا عاقل باشه، بدون داره چی کار میکنه، هدف داشته باشه واسه آینده‌اش و به خانواده‌اش اهمیت بده، به ظاهرش اهمیت بده. میگم خیلی شبیه سال قبلی بود. و مسئله بعد این که منو جزو اولویتاش قرار بده، نه اینکه بخواد مثلا من صدش باشم، چون قطعا خودمون فرد باید صد خودش باشه، اما منم باید جزو اولویتا باشم. یعنی بعد برای من وقت خالی کنه، بعد برای من وقت بذاره و دوست داشته باشه که این یعنی با تمام وجودش این کار بکنه، نه سر مسئولیت. مرسی. مرسی. سارا از 1 تا 10 چند تا شیطونی؟ من به شدت میتونم بگم 10. اوکی. بعد پرایوریتیت برای دیتینگ چندمه تو زندگیت؟ اولویتت؟ ترجیحم اولویتم خودم اول. آفرین. دوست دارم که خودم اول پیشرفت کنم. دومی شیطونی؟ نمیخوام که تایمم گرفته بشه. اوکی. در کنار اون دوست دارم که ارتباط برقرار کنم. میگم اگه ببینم که داره یه کاری میکنه که داره محدود میشم و چیزی که میخوام دارم عقب میمونم، ترجیح میدم که وابسته بشم. دوست ندارم که توی رابطه‌ای باشی که ببینی که توی اون رابطه کلی ولیو داری به دست میاری، نه از اون فرد، از جرنی که داره ساخته میشه و داری شیطنت هم میکنی برای خودت، هم اون چیزی که میخوای داری اکامپلیش میکنی. از 1 تا 10 چقدر آماده ی همچین رابطه‌ای هستی؟ اگه ببینم که دارم تو پیشرفت میکنم، در این حال کاری که دوست دارم دارم انجام میدم، در این حال شیطونی خودم رو دارم، این برای من یه چیزی که فیوریتم. مرسی. یه سوال میتونم از چیز بپرسم؟ حتما بله بفرمایید. از مینو میخوام بدونم که چقدر توی رابطه اوپن کامیونیکیشن رو دوست داری و میتونی انجام بدی؟ چقدر خود مطمئنی که میتونی یه اوپن کامیونیکیشن داشته باشی؟
چون به نظر من صداقت خط قرمزه، یعنی دروغ خط قرمز رابطه است. صداقت برای من خیلی مهمه و I believe که half a truth is a lie. حتی نصف درست بودن یعنی دروغ. ولی I believe، باور من اینه که تو به طرف مقابلت کپاسیتی اینو میدی، ظرفیت اینو میدی که یک چیز صادقانه رو بشنوه و وقتی توی این رابطه بتونه این خوب اتفاق بیفته، باعث میشه که اون دو نفر اکسپریانس های خیلی خوبی با هم بکنن. حالا چقدر خودتو ردی میبینی توی یه کامیونیکیشن کلیر، شفاف، مستقیم، رک. از یه چیزی بدت میاد بگی بدم میاد، از یه چیزی بدش میاد بگی بدم میاد، بدون اینکه به خودت بگیری. ببین من کلا آدمیم که اعتماد به نفس دارم و راحت میتونم حرفامو بزنم. فکر کنم اگه بخوام با طرف مقابلم تو رابطه باشم و همه چی رو باشه کلیر کنم، میبینی 9 از 10 هم الان توی سنم و توی شرایطی که الان دارم. چون که باید راهم مشخص کنم دیگه، چون من اینجا نمیتونم استاپ کنم، یا باید برم و موفق شم که کاری که شروع کردم، یا کلا باید استاپش کنم، استاپش نمی‌کنم. تو 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ قطعا یادم معروف میشم. دوست دارم که تو چه زمینه ای؟ مدلینگ یا اینفلوئنسر. اوکی. میتونم این سوالو بخوام که هر سه تا خانم خوشگل زیبای عزیزم جواب بدن؟ اوکیه؟ از نظر اوپن کامیونیکیشن خب همیشه اینطوریه که وقتی توی رابطه ترس باشه آدم همیشه دروغ میگه. وقتی که اون طرف یه جوری رفتار میکنه که تو نتونی راستشو بگی، همیشه یه همون ظرفیت هست دیگه، اون ظرفیت رو باید بدی که بتونی بشنوی. به خاطر همین همیشه من فکر میکنم توی ریلیشنشیپ بهتره که با پارتنر فرند باشی. اول فرند باشی هیچ وقت بهش دروغ نمیگی، هیچ وقت چیزی رو ازش قایم نمیکنی. به نظر اون فرند بودنه به تو این اجازه رو میده که با طرف دانست باشی و اینکه طرف راحت بتونه همه چی به تو بگه و اینکه تو اینو بتونی منیج کنی، یعنی بتونی که اوکی باشی، یه جوری ریاکشن نشون ندی که طرف بیچاره دیگه نکست تایم جرئت نکنه به تو بگه. به نظرم درستش اینه که بتونی منیجش کنی. مرسی. من آدمیم که اصولا هیچی تو دلم نگه نمیدارم، یعنی وقتی از یه چیزی ناراحت میشم سعی میکنم تو جایی که بشه بیانش کنم، حتی اگه به قیمت مثلا یه مشکلی ایجاد بکنه. من ترجیح میدم صحبت کنم و نریزم توی خودم، چون اعتقاد دارم وقتی هی هم انگار انباشته میشه یه هایی فقرا میکنه، ولی وقتی بیان میکنی به مرور زمان مشکلات حل میشه و چون چیزای کوچیک معمولا و اینکه دو نفر بیشتر با هم آشنا میشن و تو زمانی که بتونی با طرف مقابل راحت باشی حرف تو بزنی بهش، اونم همین راحتی رو با تو داره و تنها در زمانی رابطه ادامه پیدا میکنه که اون دو نفر بتونن با هم صحبت کنن. همین که یه نفر نتونه اینا داشته باشه اون رابطه تموم میشه. مرسی. من از نظر خودم بر خودم چون یه حالت عصبی و جوشی دارم ترجیح میدم یه روز کامل راجع به این موضوع صحبت کنم. خطریه، از اون خطری است. آتیشی. ساینت چیه؟ ولی که ولی دوست دارم که بعد از یک روزی که تموم شد و عصبانیتم خوابید طرف مقابلم انقدر اون آنست باشه حتی که مثلا قراره که از هم دیگه جدا بشیم و خیلی رو کنم بگه که آقا مثلا الان توی این تایم زمانی من با تو هم نمی‌کنم و این ترجیح منه که رو راست باشه تا اینکه مثلا این رو راستی با بی احترامی فرق داره ها. نه من نمیگم مثلا بگه من اصلا خوشم نمیاد، میدونی دوست ندارم که بلا تکلیف زندگی کنم. اگه یادم خواهد بره باید همون لحظه بگه که مثلا من دارم میرم. چون شفافیتی که از روز اول شروع میکنی همه مشخصه دیگه. من سوالم اوپن کامیونیکیشن بود. وقتی مثلا من راجع به یه چیز اوپن فرض کن توی رابطه ایم
با هم دیگه یه اوپن کامیونیکیشن میخوام بکنم، یا باهات خیلی راحت یه سری مسائل رو شیر میکنم، شاید اون لحظه خیلی اذیتت کنه. خب میتونی اون اذیت، این که وای من مثلا سر این چیزی که تو گفتی اذیت شدم، اونو میگی یا تو خودت میگیری پروجکشنش میکنی، استوری بیلد میکنی خودت، یا یه این میمونه توی مخ من اون لحظه، یه چند لحظه سکوت میکنم و میشینم. یکی از میتونم بگم ایرادام اینه که برای خودم داستان میسازم تو مخ، فرضیه با ولی داستانمو میگم اگه بدونم میگی. که آره میگم Open مثلا من communicate. توی مخم این داستان رو راجع به تو ساختم. و این اتفاق افتاد، من از تو این تو مخی گرفتم. آره که من اینو از تو ساختم تو ذهنم که تو این کارو کردی یا این کارو قراره بکنی و ترجیح میدم که ببینم اون همین چیزو داره، چون از تو حرف زدنش میفهمم که دروغه یا راسته، ولی ترجیح میدم که بگم تو مخ من چی بوده. اوکی. ساینت چی بود؟ چه ماهی بودی؟ من اردیبهشت. من اسکورپیو. آبان. سیجیتریس. اسفند میشه؟ من زیاد خوب نیست. نوامبر؟ نه آخر نوامبر. میفته سیجیتریس. همون میشه تو چیز دیگه. اسفند میشه. آذر. سلام، مگه بدونی تو این قسمت قرار چه اتفاقایی بیفته؟ توی جا دل من بی عشق. بله قسمت داریم قمارباز. اینجوریه که کیارش دخترها 2 تا فکت آماده کردن، جملاتشون رو میگن و خب تو نمیدونی یکیش راسته یکیش دروغه. اگه بتونی درست تشخیص بدی امتیاز برای تو میشه و اون پوینت طلایی رو جمع میکنی که در نهایت خیلی کمکت میکنه آخر همین قسمت. اما اگر که دخترها بتونن خیلی زیرکانه گولت بزنن، امتیاز رو مال خودشون میکنن و اینطوری که باید تشخیص بدی جملهشون راسته یا دروغ با توجه به قسمت‌های قبل و شناختی که تا الان ازشون پیدا کردی. بریم شروع کنیم با مینون. اولین جمله یه مدت کچل کردم. دومین جمله به خاطر قاچاق دستگیر شد تو فرودگاه. تا بگم الان؟ اوکی. به خاطر قاچاق دستگیر شدی راسته، کچل کردی دروغه. اوکی بفرمایید بعدی. من میشه شما بگین اول؟ آره. سوال من یکی هم من منیجر یکی از کمپانی آمریکاییم و اینکه یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگیمونه که یه بار به پارتنرم خیانت کردم و باعث شد که اون رابطه تموم بشه. به چالش کشیدم. نه دیگه. دومی فکت راسته، اولی غلطه. اوکی بعدی. من یه دوره ازدواج وزن شدید داشتم و یه دوره واسه یه شرکت ایتالیایی مدلینگ لباسی بودم. دومی غلطه، اولی راست. بفرمایید طرف آخر. من توی رابطه با دوست پسرم بهش خیانت کردم و اینکه نمیدونم گفتنش درسته یا نه. آره همه چی اینجور. من یه روزی از عصبانیت میخواستم یه نفر رو به قتل برسونم. به نظر من اولی درسته، دومی غلطه. خب یه کاری یه بازی رو قشنگ کنیم. تو این 4 تا یه دونه درست گفتی. نه بابا. اگه بگی کدومو درست گفتی بهت یه امتیاز دیگه میدم. واقعا یه دونه فقط یه دونه. دخترام همتون رو یه بار دیگه بگید. آره یه دونه دخترامون درست. عالی گفت. در هر صورت دخترایی که چیز شدن 2 امتیازشون رو گرفتن. اوکی. حالا من حدس بزنم کیو درست گفت. کیو درست گفت؟ خودم نمیاد چی بود. فکر کنم از سارا رو درست گفتم. آفرین. آفرین حداقل فهمید. دیگه الان میدونی که ایشون یه مدت که چرا فکر کردی اینو به خاطر
قاچاق دستگیرش کرد. قاچاق گوش بده، من قاچاقو فکر نکردم که قاچاق، گفتم خب شاید مثلا اومده از تورنتو رفته ایران، چه میدونم مشروب تو کیفش بوده گرفتم. ولی آها من اونم میشه قاچاق دیگه، یا چون اینفلوئنسره تو سفر و اینا یه سری چیزا همراهش بوده که گرفتن. بعد یه چیز خیلی ساده، این خیانت میکنه، اینو که گفتی میشناسمش، این که میشناختی منیجر شرکته، این چرا؟ خب بریم ببینیم، چون که در ادامه چالش برانگیز دیگه ای داریم که بیا ببین میریم. کلای خبرچین میای هزار تا دسته با موهای از تو دسته. این پارت اسمش هست کلاغ خبرچین. حالا چی کار میخوایم بکنیم؟ میخوایم خواهش بکنیم از مینو جون، بالاخره شناخت نسبی توی این مدت توی قسمت‌های قبلی پیدا کرده نسبت به بقیه شرکت کننده و دخترها. قراره که صحبت‌های تو خیلی تاثیرگذار باشه و کمک بکنه روی تصمیم و انتخاب کیارش. پس لطفاً ازت میخوام که توی چند تا جمله راجع به دخترها نظر واقعی تو بگو، چه خوب چه بد. Half a truth is a lie. اولین نفر مریم هست. با اینکه کانورسیشن خیلی خوبی با هم داشتیم و خیلی دختر خوبیه. آدم قرقرویه و آدم قرقرو رو خسته میکنه. هر اتفاقی که میافته it is what it is, take it or leave it. دیگه غر زدن نداره. کاترین یه خورده اسم میکنم کالچرش با من فرق داره، خیلی نتونستم باش اوکی بشم و حالت رفاقت طوری باشم و خب به خاطر اختلاف سنی این هم هست البته. و سارا حس میکنم که ما خیلی شبیه به همین، ولی سارا هم یه خورده تو گذشته انگار مونده. من دختریم که دوست دارم برم جلو، تو گذاشتم نمیمونم، پیشرفت رو دوست دارم. سوالی داری ازش بپرسی؟ فقط یه دون. چیزی که خیلی ترن آفت کرد تو بقیه چی بود امروز؟ باید اسم میارم؟ بله. روز حسبش اثر میذاره، نمیتونی بگی بقیه یکی. چی بود؟ چه بود و که کرد؟ که بود و چه کرد؟ کلا دخترها، حالا دخترها همشون میگه ستای دیگه اینجوری بودن که جدی نیستیم ولی جدی بودن، یعنی حرفشون و عملشون یکی نبود. Interesting. مرسی ازت. بریم سراغ دختر بعدی. سلام بچه، ما برگشتیم. من قرار راجع به بچه هایی نظر بدم. خب اول از مینو میگم. مینو خیلی دختر خوبیه، خیلی هم کیوته، ولی یه ذره نسبت به چیزایی که داره کانفیدنسش خیلی بیشتره، یعنی it's too much، خودش too much میدونه تو میانه سال خودشم میگم. مریم برعکسشه، she's like really good ولی خیلی پایینه، اصلا همش میگه من پایینم، من خوب نیستم، خودش رو سریع میبازه و این خیلی بده. سارا خوبه ولی من خیلی چون نسبت به بقیه بچه فکر کنم به خیلی خوب نمیشناسمش باز. اون خب خیلی کوچولوه ولی زیادی too much bitchy face and مثلا حرف که میزنه خیلی زیادی بشیه. That's it. سوالی داری؟ I'm just telling this from honestly. Okay. چه میکنی بزرگترین فرقت باشون چیه؟ من کالچرم با اونا فرق میکنه. اونا یه جور دیگه بزرگ شدن، من یه جور دیگه بزرگ شدم. That's too different. چه جوری؟ فرق میکنه. من واقعا
آدمایی که توی خانواده ایرانی بزرگ میشن و میفهمم که چقدر فرق خیلی کالچرشون با هم دیگه فرق. حالا بخوام با دیتیل بگم خیلی واقعا تیکس دارم، ولی من این چه چیز خیلی مهمش رو بخوای بگی. ببین من چیزی که It's خیلی noticing. مثلا ما نسبت به یه سری چیزا خیلی اوپن مایند، ولی اونا نه. یه سری چیزا برای من بده ولی برای اونا مثلا نو it's okay. اینجوریه. یا مثلا یه سری چیزا برای اونا بده برای مثلا اوکی. یه ذره اونا یا اوپن مایندن یا اینکه مثلا دوستی با پسر. خب من مدرسه رفتم، مثلا چه میدونم یونیورسیتی رفتم، همکلاسی هم پسر بودن و این برای من دیگه نرماله و هیچ وقت احساس نمی‌کنم یه پسر میاد با هم حرف میزنه 100% میخواد از من سوء استفاده کنه، چون که من اینجا یه جوری دیگه بزرگ شده، یه جوری دیگه عوض شده. ولی من خودم دیدم که مثلا یه چیزی رو میگم نمیخوام که سوء تفاهم بشه، ولی مثلا مینو گفتش که من دوست دارم دوست پسرم مثل بابام غیرتی باشه. اوکی خب دلیلش خوب بود، منطقی بود، ولی غیرتی اصلا کلمه اشتباهیه به نظر من. غیرتی یعنی چی؟ مثلا این یه کلمه اشتباهه که از نظام‌های ارزشی خانواده داره که من اصلا قبولش ندارم. کلاً کلمه‌اش اشتباه بود. این یکی از اون متفاوت بودن است. رابطه‌های قبلیت پسر ایرانی بودن یا خارجی؟ ایرانی بودن. غیر چه یعنی با اون یه چیزی بچه‌مون فارسیش همینجوری کم میاد. تو بازی چند وقت خارج از ایران کنی؟ قضیه‌اش هم میگه نوبت سوالای کجا بزرگ شدی؟ من ترکیه bozuk şöyle. Nasılsın? iyi. Ben biraz Türkçe biliyorum. Ne güzel. Ben de Türkçe biliyorum. Tabii. Sen çok tatlı mısın? Teşekkür ederim aşkım. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bence Behniya رو بندازیم بیرون. آره واقعا Biz Türkçe konuşuyoruz. برنامه ایده من برای هموطنهای فارسی زبان در تمام دنیا حمایت می‌کنیم. اسپانسر هم که نداریم. اسپانسر تو ترکیه هم چرا اینجایی؟ پیش بگم اگه کجا؟ تو این برنامه ما اینو صبح پرسیدیم، بعدا برنامه رو میبینیم متوجه میشیم. آفرین همین واقعا اینترست بودم. آره ممنونم. من میذارم تشکر ederim. Çok sağ olun. ممنون. ببینیم مریم جون چی میگه. من قراره چی بگم؟ راجب دخترای دیگه کمک کنی به کیارش که بتونه شناخت بهتری داشته باشه و الان که حساس ترین بخش برنامه هست بین عشق و پول بتونه که بگه چی رو انتخاب میکنه و اول از همه کی رو انتخاب میکنه. قرار نیست خوب بگیم. نه هر چی دوست داری. اگرم هر چی بگی بعدش خیلی اوپن باشون کامیونیکیت کنی که اینو گفتی. اوکی. خب من بخوام در چی؟ یعنی بعد پشت سر کسی گفتن نیست. اوکی. اول اینکه دخترم همه خیلی خوب بودن و من چیز بدی ندیدم توی کسی، اما بخوام از نظر خودم بگم بله. خب اگه بخوام یه ویژگی که حالا منفی هم شاید نباشه بگم، اولا که حس می‌کنم که شاید مثلا مینو هنوز باید یکم اکسپریانس خیلی بیشتری کسب بکنه، نباید سریع وارد رابطه جدی و اینا بشه و نیاز داره که هنوز یه سری چیزا رو تجربه کنه به خاطر حالا سنش و به قول خودش اکسپریانس. بعد اینکه حس می‌کنم که کاترین شاید یک کوچولو اختلاف فرهنگی دیده بشه، چون به هر حال ماهایی که تو ایران بزرگ شدیم خیلی سبک لایف استایلمون متفاوته. حالا من خودم مثلا دوستایی که اینجا بزرگ شدن خیلی دارم، ولی بازم مثلا یه سری تفاوت‌ها حس کردم. بعد اینکه واسه سارا خیلی دختر خوبی بود، من چیز بدی ازش واقعا ندیدم. فقط مثلا من خودم یه سری چارچوبا دارم خیلی برام مهمه، سری با همه
آدم ها صمیمی نمیشن، این یکم منو میترسونه. مرسی ازت. ببینیم کیارک سوال داره. سوال داری؟ به نظر تو از دید تو بهترین کسی که توی اون 3 نفر میتونه پارتنر من باشه کیه؟ واو، سوال سختی بود. با توجه به حالا شخصیت، مثلا حالا چیزی که دیدم توی برنامه، فکر میکنم که بتونی با مینو مثلا میتونید با هم دیت کنید. که اکسپریانسش بیشتر شه. آره دیگه. بعد دو روی سکه است دیگه، یه بار که اکسپریانس بیشتر میشه اون بار اکسپریانس کمتر میشه. بعد تعادل برسه. مثلا طرف هرت بشه یا اینکه یه رابطه خوبی داره. برای چی باید هرچه؟ نه یعنی متقابله، یا ممکنه تو هرت بشی، معلوم نیست دیگه. یعنی الان از 3 تا دختر رو یکی آرش برد بود. توجه کردی؟ نه همه نه من چه هستم. این طرف من باشی 100% من همیشه طرف دختر. بریم ببینیم که مرسی ازت. سارا جون چی میگه. و الان شرکت کننده اینجا داریم که زیباترین نام در جهان رو داره، سارا. توجه کردی 4 تا شرکت کننده به این معرفی کردن. چرا شده بفهم. هر کسی بالاخره یه نقصی داره، چون من خودم هم کامل نیستم، نمیتونم بگم کاملا، ولی مینو جون فکر میکنم که شخصیتش با من یه ذره اختره، چه از نظر سنی چه از نظر چیزایی که دوست داریم، ولی دوست داره که معروف بشه به هر قیمتی که شده و من خب اینو دوست ندارم. و کاترین جون یه خورده دیر اخته، یعنی دیر اخت میگیره باهات و یه خورده میخواد که از بالا به همه نگاه کنه، بگه که مثلا اونا هم من پایین ترن. و در آخر مریم جون احساس میکنم که نمیتونه خودش رو با شرایط وقف بده، چه تایم طولانی باشه چه کم باشه، احساس میکنم که نمیتونه با یه چیزی که مثلا حالا اون لحظه شاید بد پیش اومده خودش رو وقف بده. این به نظر من یه خورده نرم بودنش رو میاره پایین که بخواد با هر چیزی کنار بیاد. کیا داشتن سوال؟ توی اون 3 نفر چه چیز رو میبینی که خیلی دوست دارن راجع به من که مشترکه؟ تیپتون، استایلت و فکر میکنم حرف زدنت خیلی براشون تو مخی دیدن. حرف زدنم تو مخی نه بوده. تو مخی خیلی خوب. خوب یعنی جذبشون کرده. خیلی خوب. برای تو چی؟ برای من واقعیتش طرز صحبتتون خیلی قابل احترامه، چون خیلی نه خیلی بی احترام بوده نه خیلی که با هم صمیمی باشیم، یه چیز خیلی عادی و به نظر من خیلی چیز اوکی. تیپ و استایل هم ولش. خب دیگه چی باید بگم؟ دیگه هیچ قربون دست پیرشی جایی. خب فکر میکنی با اون 3 نفر منو با کی میبینی؟ احساس میکنم یه کوچولو با مینو بیشتر حال کردیم. هایپت شاید مثلا چرا همچین حسی رو کردی؟ چون تعداد سوالایی که میپرسیدی بیشتر بود، احساس کنم بیشتر من که همه سوالا رو تو پرسیدم. الانم از تو خیلی داره سوال، ما هم هیچی نمیگیم، مجری و کلا اینجا نادیده گرفته سوالا رو هم میپرسه دیگه. ما گفتیم راجع به دختری دیگه بپرس. خوب بیراه میرا. آره من همین الان یکی رک بهم بگه دیگه، هی بیراهه میرم که رک بهم بگه. من همین الان سری بیراهه ها رو ببندم، خداحافظی میکنیم با سارای عزیز. چون یه چالش داری، یه چالش یعنی تنها داره. تل بود، آتیشی بود. بیا ببین چالش بعدش چی. بیا ببین چالش بعدش. بچه هم نمیدونم. بفرمایید. سلطان قلبم تو هستی تو هستی. دروازه های الان دیگه نوبت توه. دروازه ها رو باید باز ببستی؟ کنن. یک نفر رو باز، گسستی 3 نفر بسته. شما برق آفریدی تو این برنامه از 12 پوینت پلاسمون که بالواقع 3 تا من یه دونه باید درست تشخیص بدی قبول میکنیم، 4 امتیاز داریم، نصفش میشه 2 امتیاز. شما میتونید به یکی از 4 شرکت کننده
2 امتیاز امتیاز بدم. قبلش نظرت در مورد مینو چی بود؟ مینو احساس میکنم دختریه که خیلی دوست داره دیده بشه، یعنی تلاش میکنه که خیلی دیده بشه و این یه سری جاها میتونه خیلی چیزا رو لیمیت کنه و حاشیه‌های زیادی به بار بیاره. در عین حال احساس میکنم تجربه بالایی نداره که شاید بتونه بهش صدمه توی کریر و مسیر کاریش وارد بکنه. ولی دختر بسیار خوش انرژی و خوب کامیونیکیت میکنه، بسیار بلده. برودالیان دوست داره دیده بشه خیلی، که زیاد توی تایپ من نیست. خیلی کسی که بخواد خوب دیده بشه، کسی که خودشو باور داره، تلاش بکنه. من ساپورتش اتفاقا میکنم که اتفاقا تو مسیرش پیش بره، دیده بشه. حالا میخواد دنسر بشه، میخواد بازیگر بشه، میخواد مدل باشه، میخواد اینفلوئنسر باشه. یه چیزی که چون خودم درک میکنم و توشم و میفهمم، دوست دارم کمک بکنم و کامل با اوپن کامیونیکیشن، که فکر میکنم با مینو سخت اوپن کامیونیکیشن کردن. تو مرحله 2 کاترین اسم جذابی داره، سکسیه، بعد بانمکه، خیلی خودشو میگیره، خوبه، ولی خب با توجه به دستاوردهایی که داره شاید هم باید اینو بگیره، ولی توماچه و شاید این باعث بشه که باهاش ارتباط برقرار کردن سخت باشه، چون همین رفلکت رو تو بقیه ببینه. و این خیلی خوبه که یه کالچر دیگه است، من رو دوست دارم که اتفاقا یه کالچر دیگه است، چون تجربه و کالچر دیگه رو بهتر دارم تو کالچر ایرانی و اون کالچر یه ذره اگریسیو هست خودمونیم. آره هدک برای منه که البته قابل کنترله، ولی خیلی تو اولویت هم نیست. یعنی تو رابطه هات بیشتر با خارجی ها بوده تا ایرانی ها؟ ترجیحم آره، به خصوص زمانی که اینجا بودم. آره. و مریم معصومه. آره مریم معصومه. نمیدونم چرا بهش گفتم که خیانت کردی، یه ذره چیز شدم، ولی مریم لحاظ شخصیت خیلی جذابی داره، ولی تایپ من نیست. نفر آخر سارا شیطنتش رو دوست دارم، بسیار کسیه که تو میتونی تو مدت زمان کوتاه باش حال کنی، اصلا به درد بلند مدت نمیخوره به صورت رابطه، ولی شاید مثل دوتا دوست پاسیبیلیتی زیادی رو بتونیم کرییت کنیم، بزنیم جای مختلف. اون قسمتایی که میتونیم باز کنیم و کمک کنیم باز بشه، شکوفا بشه. آدمی که شکوفایی رو میتونه برای خودش به وجود بیاره، این فرصت رو میتونه داشته باشه. قبل از اینکه 2 امتیاز رو بدی، الان متوجه شدی که وقتی بچه‌ها رو دیدی مثلا اون بدن ورزشکاری برای کاترین بود، چقدر واقعا صادقانه، چون که خودت هم گفتی که خیلی آدم صادقی هستم و خط قرمزم چیه، چقدر قد و هیکل بچه‌ها الان روی این امتیاز دادن و نظرات و اخلاق و شخصیت برات تاثیرگذار بوده؟ من چون خیلی الان دنبال رابطه جدی نیستم، خب چیزی که تو میخوای با یه نفر باشی یا حداقل بگی اوکی وی آر دیتینگ، دوست دارم کسی باشه که اترکتیو باشه، سکسی باشه، کول باشه، بانمک باشه و واسه همین اون میاد توی اولویت من. ولی این که شخصیت خیلی برام مهمه، باز چون اولویتم نیست، چون هدک بیشتر برای خودم نمیخوام. با توجه به صحبتایی که سارا داشت گفتش که من آدمیم که این فیوریتمه. اوکی خب میتونه جزو گزینه‌ها باشه، در صورتی که خیلی کارشش ایرانیزه است و با توجه به چیزایی که مینو داشت میگفت تو پس گیر کرده. ساری مثلا من 2 امتیازم رو به کاترین میدم. 2 امتیاز رو به کاترین. چه رونالدینیویی زد، گل زد. چه رونالدینیویی زد. چون الان گفتش آره سارا اینجوریه، پس مینو خیلی البته که 1 ساعت چند ساعت میشه همه دونن.
یه چیزی هست من می‌خواستم ازت بپرسم. شد که مثلا الان از اولین لحظه‌ای که تو قسمت‌های قبلی دختر رو دیدی بعد چند تا سوال پرسیدی اونا راست و دروغ گفتن و همه چالش‌ها، اول نظرت رو یکی باشه بعد هی به مرور زمان تغییر کنه و واسط نه بشه بره اون آخر؟ البته که بیننده ها میدونن نظرش یکی دیگه بود. منم همین حسایی خودش ریت داده بود. کی بوده؟ تو بگو. شما بگید. تو ما که من که میدونم شما که حرف میزنید. همزمان با هم میگیم. یک 2 3 مینو. I've got you. درسته نبودم با تو یکی بگم. تو باید کیارش بازم با این یکی نباشه. باختی. خب درست فهمیدم؟ باختی برم حرفای دخترها رو تاثیر گذاشت راجع به مینو؟ اینکه همه یه چیز گفتن نه. راجع به ولی 3 نفر یه چیز گفتن آره در واقع. ولی خب مینو دختر خیلی خوش انرژیه و خیلی دوست دارم مثلا یه کسی که میتونم و دوست دارم ساپورتیو باشم مثلا تو کار شکوفا بشه، چون پشنته کاملا اینو میفهمم. این میگفت من میخوام این کارو بکنم، من رو به جلو هم این خیلی خوبه که در صورتی که خب یه سری جاها تو رابطه شاید بتونه لیمیتینگ باشه. قسمت هیجان انگیز برنامه بله اصلا این نبود قسمت این هم بود ولی ما برنامه‌مون رو جوری طراحی کردیم که کلا اوج میگیره. ببین جوری هیجان بر همین هی از اول برنامه بهتون میگیم تا آخر برنامه رو ببینید که بین عشق و پول نه تنها کیارش که کاترین کدومو انتخاب میکنه. این بود قسمت جذاب. آخر رو کاترین تو امتیاز آخر شاید الان فکر کنید که کیارش با انتخاب کاترین به عشقش رسید و این یه پایان خوش برای برنامه ماست. نه خیر، تازه شروع شد. این که میبینین طلایی پوله، این که میبینی عشق صورتیه. قرار هست که بین پول و عشق یک رو انتخاب کنید. این بادکنک ها این سمت هست و شما بینش انتخاب میکنید کیارش. اون بادکنک ها اون سمت هست و کاترین انتخاب میکنید. ما براتون نگه میداریم. فقط مسئول ترکوندن شما هستید. در کسری از ثانیه در حالی که پشت به پشت هم ایستادی و هیچ کدومتون نمیدونید که انتخابتون چیه، ولی این انتخابتون به شدت تاثیرگذاره در این که با چی از این اتاق برید بیرون، با عشق حالا یا با پول. پلن چیه؟ اگر جفت شما عشق رو انتخاب کنید، مهمون، البته ما که اسپانسر نداریم مهمون اسپانسری که نداریم 2 جلسه دیت هستش و یک ووچر اگر دوست داشته باشیم برای مشاوره کاپل. یکیتون پول و یکیتون عشق رو انتخاب کنه. اونی که عشق رو انتخاب میکنه میهمان ما در قسمت بعدی برنامه‌مون میشه و اونی که پول رو انتخاب میکنه، ما اسپانسر نداشتیم، اون اسپانسری که نداریم سفر به سواحل کارایی با ارزش دلاری بالا رو هدیه میده به اون کسی که پول رو انتخاب کرده. و اما اگه هر دوتاشون پول رو انتخاب بکنن چه اتفاقی میفته؟ با هم میریم. خب پس یکیمون 3 جلسه برمیگرد. من اول این نکته بگم، اگر شما میخواین اون کارایی برو بریم باید یک جلسه تراپی بریم که ما بفهمیم چرا پول رو انتخاب کردیم. پس یک دیگه قشنگه. ولی اگر جفتتون پول رو انتخاب کردیم، خوش به حال ما اسپانسر نداریم ولی خیلی خوش به حالش میشه، ما باهاتون خداحافظی میکنیم و شما میرین خونه. فقط 3 جلسه میفرستیمتون تراپی که چرا بین عشق و پول اون چیزی که بی ارزشه یعنی پول رو انتخاب کردی. توی این مرحله 2 تا بادکنک داریم. اگر بادکنک صورتی رو بهتر کنیم یعنی عشق رو انتخاب کردیم، اگر بادکنک زرد رو بهتر کنید یعنی پول رو انتخاب کردید. اونی که میتره کنید تصمیم شماست. تکرار کنید، آن را که میتره کنم تصمیم من است. آن را که میتره کنم تقصیر من است. من رو دیدم برو از میان این 2 بادکنک بریم آقا. 3 2 1
دیدی گفتم الان با هم میریم کارایی. پلن بود. وای چی شد؟ آفرین. کارایی به همراه مجری برنامه. آفرین. حواسم. چه حسی داری؟ حس از اینکه عشق و انتخاب از اینکه مهمون قسمت بعد ما میشی چه حسی داری؟ ما که خیلی خوشحالیم. خوبیه. آره. شما که یک جلسه میدونی هر که 100 آید 90 هم پیش ما. 100 عشق 90 پوله. بچه من قشنگ سورپرایز شدم. داشت گولمون میزد، یعنی هم گفت پول بعد آره. سوزن اومد بچه ها از پشت دوربین بوس و قلب می‌رسید. دارم برای سریای بعد آماده میکنم مهمون برنامه. شما از این که قراره یه جلسه تراپی بریم و بعدش بریم تو کارایی چه حسی داری؟ خیلی خوشحالم. یه نکته به شدت مهم، ما تایم‌های خالی شما رو از شما میگیریم. 2 تا جلسه هم من دارم. براتون جلسه تراپیتون رو که میذاریم ازتون تایم خالیتون رو میگیریم. 24 ساعت قبل از تایم خالیتون بهتون بلیط رو میدیم که یه وقت بعضی باهاتون نیاد کارایی. دوستان عزیزان بینندگان ازتون خواهش میکنم از اونجا که صفحه هر دو رو دارید چک بکنید، همدیگر رو فالو نکنن. اگر جای عکسی چیزی دیدین، اگر توی تورنتو با هم دیدینشون به ما خبر بدید، چون که شما اینجا همدیگر رو انتخاب نکردین، در نتیجه این دیت کنسله. نه آقا ولش کن. اون که داره میره کارایی، بیشترم که میاد قسمت بعدی. راست میگه دیگه. تو باید تا قسمت بعدی مجرد بمونی. نه موردی نداره، من با سمتیشه مجرد میمونم، ولی من یه ساعتمو بعدا میگیرم. واقعا فکر میکردی که کاترین عشق رو انتخاب میکنه؟ یعنی انقدر مطمئن بودم پول انتخاب میکنه، ولی تو همین عشق رو انتخاب کردم که حداقل 2 نفر بازنده نباشن، 1 نفر ببره. تو چی کاترین؟ فکر میکردی چی رو انتخاب میکنه؟ فکر میکردم که عشق رو انتخاب کنه. ولی با این حال پول رو انتخاب کرد. این تو میخواستی فداکاری کنی و این رو فداکاری اون حساب کرده بوده. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. یه دنیا دوستتون داریم، منتظر فصل بعدی، قسمت‌های بعدی باشین. نظرتون برامون کامنت کنید. به نظر شما حق کدوم از 4 تا دختر بود که اینجا به جای کاترین بیسته، یا انتخاب کیارش درست بود؟ خیلی دوستتون داریم. You're in my blood, you're in my veins.